سلام. امروز میخوام درباره نحوه انتقال پول به کشورهای خارجی با استفاده از ارز دیجیتال با کارمزد مناسب رو بهتون آموزش بدم. ما اینجا از دو تا صرافی ایرانی و خارجی استفاده میکنیم که حالا نسبت به بقیه کارمزدشون کمتره و اون صرافی خارجی با ایرانی ها مشکلی نداره. البته با ایرانیایی که کارت اقامت کشورهای خارج از ایران رو دارن و تو ایران نیستن و بدون مشکل با ایرانیا میتونن کار بکنن. و توی این ویدیو ما مرحله به مرحله رو میدیم که شما چطوری ارز دیجیتالتون رو بخرید و چطوری اون رو انتقال بدید به کیف پولتون توی صرافی خارجی و چطوری اون پول رو یا ارز دیجیتال رو تبدیلش بکنید به یورو یا حالا اون ارزی که اون کشوری که داخلش هستین به ارز اون کشور تبدیلش بکنید و واریز بشه به حسابتون. که البته ما واسه اروپا تو این ویدیو نمایش میدیم، ولی خب واسه کشورهای دیگه هم همین مراحل، زیاد تفاوتی نداره. که البته اگه به مشکلم خوردیم میتونین همین زیر کامنت بذارین و تا جایی که بتونم جوابتون رو میدم و سعی میکنم که مشکلتون رو حل بکنم. ممنون میشم این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید. من امیررضا هستم و این کانال منه. خب بریم سر اصل مطلب. اول یه توضیح درباره صرافی ایرانی بدم. میتونید تو هر صرافی که به نظرتون اوکیه و مشکلی نداره و قبلا مثلا دوستانتون باشون کار کردن و از نظرتون نرخ مناسب تری بابت تتر بهتون ارائه میده، از همون استفاده بکنید. ولی خب من چندین ساله که تو بازار ارز دیجیتال هستم و معمولا از همین صرافی سرمایه‌اکس استفاده میکنم. و قبل شروع هم بگم که من واسه هر دو تا صرافی ایرانی و خارجی کد دعوتم رو داخل همین ویدیو قرار میدم و میتونید از این دعوت ها استفاده بکنید که کارمزدتون خیلی کمتر میشه با استفاده از این کد دعوت ها. خب اول باید توی جفت صرافی ها ثبت نام بکنید که توی صرافی سرمایه‌اکس قبلا که حالا من ثبت نام کرده بودم یه سری مدارک ساده میخواست، مثل کارت ملی و یه تعهدنامه‌ای که میگفتین که شما مثلا کارهای پولشویی و اینا قرار نیست انجام بدین و قراره فقط خودتون از این اکانت استفاده بکنید. و یه تعهدنامه‌ای بود که امضا میکردید و باش عکس میگرفتید و میفرستادید و مشخصات حسابتون تو ایران رو هم باید وارد بکنید و هر وقتم که خرید انجام میدین حتما باید از همون کارت یا حسابی که توی صرافی ایرانیتون تعیین کردین فقط با اون خرید انجام بدین. نمیشه از کارت یا کارت کس دیگه یا حسابی که توی سایت تعریف نکردین از اون استفاده بکنید. خب حالا ما وارد اکانتمون میشیم و چون قبلا ثبت نام رو انجام دادیم نیازی نمیبینم که مراحل رو توضیح بدم، چون واقعا مراحل ساده ای هستن. خب این اکانت ما هستش. وقتی وارد اکانت شدین میتونین بخش خرید و فروش ارز دیجیتال و خرید سریع رو انجام بدین. حالا روی تتر و خرید از سرمایه‌اکس کلیک میکنیم و حالا مقدار ارزی که نیاز داریم و میخوایم بخریم. ما حالا میزنیم 120 مثلا، حدودی میشه 6,200,000 و اینجا قسمت ارسال به سایر کیف پول ها رو انتخاب میکنید و TRC رو یا ترون رو به عنوان شبکه انتخاب میکنیم. حالا میایم توی صرافی خارجیمون. من اینجا دیگه لاگین شدم. میتونیم بخش
صرافی خارجی هم البته مراحل ثبت نامش رو توضیح بدم که شما با یه کارت اقامت کشور خارجی، حالا اینجا حالا ایتالیاست و ما از کارت پرمسو دی سوجورنو استفاده میکنیم. با اون تایید هویتتون رو انجام میدین. بعد که تایید هویتتون رو انجام دادین میتونید کارهای خرید و فروش و این چیزا رو انجام بدین. بدون تایید هویت امکانش نیست و حتما بعد از اینکه پرمساتون رو دریافت کردین این مراحل را میتونید انجام بدین. بعد اینکه ثبت نامتون توی صرافی خارجی انجام شد، میاین بخش assets و بخش فاندینگ اکانت. اینجا ارز USDT این رو انتخاب میکنیم و دپازیت رو میزنیم. بعد که دپازیت رو انتخاب کردیم، شبکه رو انتخاب میکنیم که اینجا هم باز باید ترون یا TRX یا TRC20 باشه. این آدرس کیف پول رو دریافت میکنیم، کپی رو میزنیم، اینجا مقدار ارز رو وارد میکنیم که ما حالا گفتیم 120 تا مثلا تتر میخوایم که میبینید قیمت واحد 51788 هستش. هزینه انتقال داخل شبکه 67000 تومان. مرحله بعدی آدرس کیف پول رو با استفاده از کنترل وی کپی میکنیم اینجا. اگه توضیحی هم داشتین اینجا وارد میکنیم که ما توضیح خاصی نداریم. مرحله بعدی رو انتخاب میکنیم. اینجا همون بخشیه که گفتم باید کارت بانکی تعریف شده تون رو انتخاب بکنید. یکی از کارت هایی که داخلش اون مبلغ پول رو دارین انتخاب میکنین و مرحله بعدی وصل میشین به درگاه پرداخت. توی درگاه پرداخت مبلغ رو پرداخت میکنید با استفاده از مشخصات کارتتون. بعد از حدود 1 ربع الی 20 دقیقه معمولا اون مبلغ منتقل میشه به حساب ارزی کوکوینتون و میتونید داخل همین بخش assets و فاندینگ اکانت اون رو پیدا بکنید. البته من به خاطر اینکه قبلا یه ارز دیگه‌ای به اسم اتم داشتم اون رو داخل حساب کوکوینم وارد کردم و میخوام اون رو اول تبدیل به تتر بکنم که شما هم ببینید میتونید هر ارز دیگه‌ای به جز تتر رو هم باز به یورو تبدیل بکنید. این مبلغ رو ترانسفر بکنیم به اکانت تریدینگمون. منتقل که شد به اکانت تریدینگ، این صفحه خرید را که میبندیم و حالا میتونیم ترید رو انجام بدیم. اتم و USDT گزینه سل رو انتخاب میکنیم. بله حالا میبینیم که اومده تو اکانت فاندینگمون. 100% رو انتخاب میکنیم و حالا اگه میخوایم همین الان فروخته بشه مارکت رو انتخاب میکنیم و بعد 100% با همون بهترین قیمت مارکت که همین لحظه هستش فروش رو انجام میده و آنی تبدیل به تتر میشه اون پولتون. معمولا کمتر از چند ثانیه و چند دقیقه فروخته میشه، فروش انجام میشه. میریم بخش تریدینگ اکانت که ببینیم اون پول تبدیل شده به تتر. بله تبدیل شده به تتر و حالا دوباره این رو باید ترانسفر بکنیم به اکانت فاندینگمون. همه رو ترانسفر میکنیم.
میایم بخش بای کریپتو و پی تو پی رو انتخاب میکنیم. بعد از اون سل، چون میخوایم بفروشیم قاعدتا، و میایم اینجا اول ارزی که میخوایم تبدیل بشه تترمون به اون ارز رو انتخاب میکنیم که اینجا یورو هست و چند یورو، حدوداً 124 تتر، 115 یورو اگه اشتباه نکنم این حدودا باشه، که صرافی هایی که این محدوده رو انجام میدن رو بهمون نشون میده و میتونیم بانک هایی که و روش های پرداختی که ما میتونیم استفاده بکنیم و اینجا انتخاب بکنیم. ما رولوت و وایز رو انتخاب میکنیم و کانفرم رو میزنیم. بعد از اون اینجا تعداد عملیات هایی که این صرافی ها انجام دادن و درصد موفقیت عملیات هاشون و نرخشون و نحوه پرداخت و بازه عملیاتیشون رو نشون میده. 93 سنت نسبتاً نرخ مناسبیه و البته هر چقدر میزان تتر بیشتری شما تبدیل به یورو بکنید و با صرافی های بزرگتر کار بکنید، اون موقع میتونید نرخ‌های بیشتری و بهتری دریافت بکنید. مثلا 200 الی 900 یورو رو اگه انتخاب میکردیم میتونستیم نرخ 94 سنت رو دریافت بکنیم، یا 1500 الی 2000 تا رو. حالا ما میخوایم 115 یورو حدوداً تبدیل بکنیم که این صرافی به نظر حالا نسبتاً مناسبه و با اون بانک هایی که ما میخوایم کار میکنه. خب 124.26 تتر داشتیم که تبدیل میشه به 115 یورو. اینجا رمز معاملمون رو وارد میکنیم و سفارشمون رو میذاریم. پیمنت متد رو من رولوت انتخاب میکنم و بعد از اون باید ایبن و اسم خودم رو وارد بکنم. اینجا حالا من ویدیو رو پاوز میکنم. خب حالا میبینی که من مشخصاتم رو وارد کردم و بعد حساب رولوتم رو چک کردم. در کمتر از 1-2 دقیقه پول رو به هم انتقال دادن و حالا تا وقتی من دکمه ریلیز کریپتو رو نزنم این ارز تتر رو صرافی به این فرد انتقال نمیده. من دکمه ریلیز کریپتو رو چون پول رو دریافت کردم میزنم که پول رو بهشون بده و اینجا میگه که تایید بکنید که حتما واقعا پول رو دریافت کردین، چون اگه ریلیز کریپتو رو بزنیم و پول به اون منتقل بشه دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. دوباره رمز معامله رو وارد میکنیم که یه رمز 6 رقمی عددی معمولا و transfer assets. خب بهتون تبریک میگم، الان دیگه کامل یاد گرفتین که چطوری پول رو از ایران بدون هیچ واسطه زیادی و با بهترین نرخ منتقل بکنید به حساب خودتون، چون میدونید که صرافی‌ها توی ایران نرخ‌های خیلی بالایی ازتون میگیرن و ممکنه زمان برم باشه، شاید بعضی کانالا نتونید اعتماد بکنید به طرف مقابلتون و یه خورده از این بابت به مشکل بخورید. به امید دیدار، امیدوارم که تو ویدیوهای بعدی هم ببینمتون.